салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз шумо барномаи оиди муҳоҷирон чӣ гуна бояд фарзанди худро тарбия кард. Ва имрӯз дар барномаи мо Рустами Раҳматулло, бизнес тренер, маслиҳатчии молиявӣ, устоз, имрӯз саволо ҳаст ки муҳоҷирон бисёртар савол метиҳанд, чӣ гуна фарзанди худро бояд тарбия кард дар ғарибӣ истода. Чунки бисёришон солҳо Россия мегарданд, фарзанд худаш калон мешавад. برای همه بسیار سوال می‌بیاد که چگونه باید فرزند را تربیت کرد. سلام دوستان، السلام علیکم بینندگان عزیز. البته برای در روسیه کار کردن پیش از همه هر یک نفری که امروز مهاجر است کوشش کند که او از کارهای سیاه به تجارت بزنه. برای اینکه تجارت در روسیه بسیار امکانات خوب دارد در آنجا. در کدام بازار که نباشد، در بازارهای مرکزی که نباشد، روان با تاجران شاگرد شوند، کارگر شوند، بعد تجارت خود را آغاز کنند. دویم سوال آن که برای چی گونه باید فرزند را تربیت کرد وقتی که شخص در مهاجرت است. البته چون این شخص ها بسیار است، شما کوشش کنید تا که هر روز نکمش 10 دقیقه با فرزندتان صحبت کنید. شما همون روزه با چی کار مشغول بود، فرزندتان پسرتان به شما ثابت کرد. و دویمش که حتما پسر رو به یگان سکتور سپورتی و یگان نمودی سپورت حتما داخل کنند. چون که فرزند وقتی که با مادر کلام میشد، او وقتی که به استاد میرد، به یگان سکتور میرد، علاقه با مردها یعنی با استادان گفتگوزار میکند، علاقه خاراکتری همچون جوان مردانه پیدا میکند. حتما به سکتور سپورتی حتما باید روانه ها. لیکن هر روز 10 دقیقه باید شما پرسیدن که همون روز چیکار مشغول بود، با کی دوستی کرده ایستاده است، با چیکار مشغول شده ایستاده است، حتما بخورش کنید. امروز طریق اینترنت، طریق وایبر، طریق وبسایت امکانیت کلام فقط وقت یافتن نکن، چونکی از تحت نظارت خودتون نرود. امروز بسیار پدرها هستند که تو در همین تاجیکستان ایستاده با فرزندان اهمیت نمیدن، نمیپرسن که همین روز چیکار کرد. لیکن شما در 5000 کیلومتر دور هم باشتن 10 دقیقه 12 دقیقه خودی فرزندتون به شما حسابات کرد. نقشه کاریشان نویسته فرضیت که با کدام کار مشغول شد، با کدام کار مشغول میشه، پگاه حتما نویسته پدر، حتما نظارت پدری باید باشه. سلامت باشید. با یک سوال دیگر همین که مهاجران چقدر پول خود را زیاد کنند، چون که بسیار مهاجران میشنویم که پول کار کرده میبیان میگردن در تاجیکستان توی میکنن، یگان چی ماشین میخرن، بعد رسید رفتن با پول نیست، با از همسایه قرض میگیرن با میرن. کدام راهش انتخاب کنن که بعد از اومدن پولشون با زیاد شود، قرض نگیرن، موشد قرض نگیرن با روسیه روند. البته چون این حالت اکثر دیده میشود، پیش از همه مردم ما پول کار کنه میتونن ولی دو زینش رو نمیکنن. یعنی پول کار کردن است، پول داشتن است، پول اضافه کردن. شما فقط فکر خراجات نباید کنید. شما پیش از همه فکر کنید که پولتون رو چقدر جمع کنید و چقدر اضافه کنید. وقتی که شما جمع کرده اضافه کردن رو آغاز میکنید، از همون فایده شما بعد آرزوتون رو باید کنید. در کجایی که کار میکنید باید شما فکری پول جمع کردن. وقتی که شخص پول جمع کردن رو میگیرد و امکانیت پیدا میکند که کار خودی، تجارت خود رو تشکیل کردن رو، فقط فکری همین رو باید کنید. نبینید که جوان بسیار میرند تا 35 سالگی هر یک نفر باید خودش به جای کاری یعنی درآمد آن جایی که با او درآمد میگیرد بنیاد کند. بعد از 35 سالگی 40 سالگی علاقه دشوار میشود. تشکر زیاد. چونکه این خیلی سوال بسیار میبود به ما. هر روز در کامنتاریا مینویسند که در روسیه گشتیم اما بعد از گوش کردن درس‌ها از سیاه‌کاری دست کشیدم. اما میگم که من چیکار کنم؟ گفته که زنگ که بعد از ترینینگ من گوش کردم، من با خود قرار قبول کردم که دیگر کارش رو نمیکنم. شما باید همون کارا که کدام تجارت به مشغول میشدنی هستید، همون تجارت به رفته شاگرد شده کار کنید، کارگر شده کار کنید. میخواهید که کافه کشید، روید همون کافه و کار کنید. میخواهید که مغازه کشید، روید همون مغازه رفته 6 ماه 1 سال کار کنید. میخواهید که نمیدونم میگن چی ماسترسکوی کشید، روید همون جا کار کنید. میخواهید که امروز در روسیه بسیار چیزایی که هست که و همین چی میگن تازه کردن
یک سیستمای نورو رفتم اونجا چی کنید میخواید که استاگی کنید رفته شاگرد شدید و سال بعد بریگادی خود را تشکیل کنید امروز اون کارهایی که فکرانی هست فکری هست بیشتر راهنمایی کنید هر یک شما کدام سالی که انتخاب کنید اول وقت صرف کنید بعد مبلغ صرف کنید اون جایی که وقت صرف نشده است مبلغ صرف کنید مبلغ گم کردن ممکن اکثریت خطاگی تاجرای ما جوانای ما همین است که وقت صرف نشدگی جلو مبلغ صرف میکنن برای اینکه اون کارهای نازکش رو نمیدونن پرابلمایش رو نمیدونن وقتی که شما وقتتون صرف میکنید و رفته کار میکنید از پرابلم با خبر میشید و وقتی که خودتون آغاز میکنید علاقه دانسته آغاز میکنید تشکر زیاد امروز در برنامه ما بیزنس ترینر رستم رحمت الله مسلکچی مالیوی رحمتوی کلام که استاد به امروز سوالای ما جواب داده دوستان عزیز اگر چنین سوالاتون باشد با کامنتاری نویسید ما هفته آینده هر هفته روز پنجشنبه بگوهی در خوجانستر در شهر خوجان بیزنس ترینینگ برگزار می‌گردد شما میتوانید سوال خود را به ما نویسید طریق ما نامر رو میگذاریم با همونجا رای کنید ما هر هفته روز پنجشنبه تا روز شنبه را جوابش رو برمیگردانیم و با ویدیو لایک گذاشتن رو فراموش نکنید و کامنتاری کنید و با پدلیت کنید سلامت باشید تشکر زیاد استاد